شخصیت یک طفل را بسازیم. به منظور تربیت سالم اطفالتان نکاتی را حتما مورد مطالعه قرار دهید و در تطبیق آن سعی و تلاش زیاد بکنید. با اطفال خود بازی کودکانه کنید. هدیه ها را اول برای دخترانتان بدهید. با سلام کردن به فرزندانتان به او شخصیت دهید. با فرزندان خود شخصیت ساز شوید. فرزندان خود را ببوسید. پس همانا برای هر بوسیدن درجه‌ای در بهشت است. کودک را در کارهای کودکانه خود تمسخر نکنید. کارهایش را احمقانه نخوانید. فرزند را زیاد امر و نهی نکنید تا جرأت پیدا کند و در بزرگسالی نافرمان شود و زیر بار هر دعوت حیوانی و شیطانی نرود. اطفال را به خاطر گریه هایشان نزدیک زیر تاثیر مدت گریه شهادت به وحدانیت خداوند، شهادت به نبی اکرم و دعا برای والدین است. به وعده خود وفا کنید. در کودکان عشق و علاقه به نماز رو ایجاد کنید. لوس کردن کودکان را موجودات ضعیف و بی اراده بار می آورد. کودک را هیچگاه تحقیر نکنید. برای کودکان خود دعا کنید، به خصوص پدران. تذکرات را با ملایمات بیان کنید تا صد بین والدین و فرزندان نشود. اگر کودک در خانه مورد احترام باشد، کمتر از عوامل پدر و مادر سرپیچی می کند. احترام به کودک و حسن معاشرت پدر و مادر با و یکی از اساس‌ترین عوامل ایجاد شخصیت در اطفال می باشد. مربی خوب کسی است که خواسته های کودک را از راههای صحیح و با روش درست تعدیل کند. ایمان را در کودکانتان تقویت کنید. فرزند راستگو همیشه از پدر و مادر بار می آید. در خانه طوری رفتار کنید که اطفالتان بر راستگویی عادت کنند. فرزندان را راستگو تربیت. کودک را نترسانید، زیرا ترس شخصیت کودک را از بین میبرد و دچار اختلاف روانی میگردد. نوازش یکی از غذاهای روانی کودک هست. باید به اندازه کافی از آن تغذیه شود. زشتی گناه و تنفر مردم را از گناهکار به کودک بفهمانید. بستر بچه ها قبل از 6 سالگی از هم جدا شود. تذکرات وقتی اثر دارد که والدین خود مجری و عامل آنها باشد. توجه داشته باشید فرزندان آنگونه که ما میخواهیم نمیشود، بلکه آن طوری که ما هستیم میشوند. بین نظم در خانه و بیرون فرق قائل شوید و اجازه دهید در خانه آزادانه بازی کنند. رفتارهای غیر منتظرانه کودکان را تا حد تحمل کنید. در تذکر دیگران را بر رخ آنها نکشید و آنها را با هیچ کس مقایسه نکنید. در تذکر دیگران را بر رخ آنها نکشید و کسی را با آنها مقایسه نکنید. از طریق داستان سرایی بسیاری از مفاهیم خوب را برای کودکانتان القا کنید. داستان خوب و زیبا برایش بخوانید و از رسانه و انیمیشن دورشان نگه دارید. شیطنت کودک در خردسالی نشان دهنده زیادی عقل او در بزرگسالی است. آن را سرکوب نکنید. کودکان را از 7 سالگی دعوت به نماز کنید، چرا که نماز آرامش روح قلب را در کودکان ابدی می کند. با فرزند خود قرآن شریف بیاموزانید که نگاه به قرآن و خواندن آن فهم و ذهن کودک را روز افزون می سازد. از متهم کردن اطفال به دروغگویی خودداری کنید. حس کنجکاوی کودک خود را با حوصله ارضا کنید. در برابر فرزندان هیچگاه مشاجره و گفتگو نکنید. کودکان از مرگ در هراس هستند، به خصوص مرگ والدین. مدام نگویید خدا مرگم بدهد و از مرگ خود کودکانتان را هیچگاهی نترسانید. استعدای فرزندانتان را کشف کنید و آنها را شکوفا سازید. از نظر مادی نه با توجه باشید نه با توجه، چون هر دوی آن خطرناک. تنها نقطه امید و مایه شادی کودک مهر پدر و مادر است. روان او را مضطرب نسازید. مناسب تکامل کودک به او آزادی دهید و او را به اختیار خودش بگذارید. تربیت فرزند و آموزش واجبات از وظیفه والدین می باشد، چرا که آینده و حال اطفالتان مربوط به شخصیت پدر و مادر می گردد و هرگاه از این روش دانستید استفاده کنید، اطفال‌های هوشیار با استعداد و با شخصیت در آینده به جامعه تقدیم کرده اید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.